جوجی مینای افغان است که تازه آموخته به فرانسوی بگوید روز بخیر. رسیدن جوجی از کابل تا اقامتگاه سفیر فرانسه در امارات متحده عرب خود داستان است بی‌مانند. این پرنده را یک دختر خردسال افغان در دشوارترین شرایط و از میان ازدحام ده‌ها هزار نفر حدود 1 ماه پیش از میدان هوایی کابل در یک طیاره نظامی با خود بیرون کرد. از این دختر خردسال نام برده نشده، اما گفته شده است که او حالا به فرانسه رسیده. هنگام توقف موقت در امارات متحده عرب به دلایل صحی به او اجازه ندادند این مینا را با خود به فرانسه ببرد. دخترک جوان خیلی افسرده بود، گریه میکرد. نزدش رفتم و گفتم من از پرنده‌ات مواظبت خواهم کرد. تنها برایم بگو چی میخورد و نامش چیست. پاسخ هر دو سوالم را داد. نام این پرنده جوجی است. سفیر فرانسه در امارات وعده سپرده که روز جوجی را به صاحب اصلیش در فرانسه برساند. او همچنان به من چیزی گفت که بسیار زیاد احساس برانگیز بود و من گفت در این مرحله تخلیه همه چیزم را از دست دادم، کشورم را، خانه‌ام را و زندگیم را، اما این که همین پرنده هم زنده است و از آن مواظبت درست می شود به من توانایی و امید آن را می دهد که زندگی را از سر آغاز کنم. جوجی مذکر است و در روزهای اول رابطه خوبی با مردان نداشت. اکنون دوست دختر پیدا کرده. ملانی جوی مدیر اقامتگاه سفیر فرانسه با او دوست شده است. آواز می‌خواند، با هلو آغاز کرد، سپس بانجوخ را به او یاد دادم. خیلی این کلمه را دوست دارد و به خوبی آن را تلفظ می‌کند. اکنون با او کلمات دیگر را نیز یاد می‌دهم. ما خیلی خوشحالیم که او را در این اقامتگاه داریم. در 17 روز پر از دلهره و هیاهویی که با تصرف کابل توسط طالبان آغاز شد و یکی از مرگبارترین حملات انتحاری در افغانستان در جریان آن رخ داد، نزدیک به 120,000 تن از طریق میدان هوایی حامد کرزی به بیرون منتقل شدند. فرانسه در این جریان نزدیک به 2800 افغان را که با دولت فرانسه کار کرده بودند از کابل بیرون کرد. سفیر فرانسه در امارات متحده عرب میگوید همه این افغان‌ها پناهندگی فرانسه را دریافت خواهند کرد. جوجی نیز تا رسیدن به فرانسه و پیوستن به خانواده قبلیش بیشتر از این زبان فرانسوی خواهد آموخت.